سوال امروز این است که یک برادر میخواهد بار بگیرد، اون نفر پیدا نمیکنه در اون بازار، اما نفرهای دیگر هستند که در اونجا شناسها دارند و اونها در بار میدهند، اما این برادر گرفته نمیتونه اون بار. مثلا 1000 مثلا که پر اگر که کرساتکی باشد یا این که لباسه باشد گرفتن میخواهد اما اون نفرها به این نمیدهند و اون پیش یک نفر میرود، یک دوستش یک شناسش میگه که همین 1000 مثلا که همین دانه از پاپشی مده بکار است یا که 1000 دانه مده از همین لباسه بکار است، همه را مثلا که میخرم من، شما چی میگید قرض کتی؟ میگم من به پیدا میکنم به شما. میرود از یک تجارتمند همون 1000 دانه پاپشه میگیرد یا که 1000 دانه همون لباسه را میگیرد و میره در این برادر میفروشد. اون قرض میگیرد از اون نفر، میرود پیش تجارتمندی باردار، این خودش هم بار ندارد آخه، این میخواد که کار کند، میرود از یک تجارتمند دیگر 1000 دانه پاپشی را میگیرد، مثلا نرخ اگر 1000 روبل باشد اون میگیرد، قرض در ذمه خودی همون آدم گرفتگی دیگر چی میشود، حمل میشد، بار میشود، دیگر قرضدار همون آدم میشود، چون که از تجارتمند همون گرفته است، اون دیگه این آدمی مثلا به بار نمیشناسد. میارد این دوست، این بگیم نفر که با اون بار با کار بود، میاد در این دوستش در همون 1000 روبل اگر گرفته باشد در بروش 100 روبل دیگه میماند، 100 روبل دیگه در این برادر میفروشد. این سوالش دیگه است، این کار جایز هست، اما به شرط این است که اون تجارتمندی که بار بگیم به دوست شما داد، همون آدمی که شما رفته گفته که به من بار با کار است، اون رفت از تجارتمند اون بار گرفت، در ذمه همون یعنی که قرض گذاشته میشه، در ذمه شما نه، به خاطر که از اون بار میگید به مالی اون میشد، با شما میتونه که بفروشد دیگه، در بالا چقدر که میخواد بماند اجازت هست، چون که از باری همو به حساب میرد. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله.